بریم این پیتزا سنگی خیلی جذاب رو با هم درست کنیم. سنگا رو بریزین داخل تاوه تا با حرارت کم داغ بشن. خمیر مایه و شکر رو به آب ولرم اضافه کنید، هم بزنید، روشو بپوشونید تا نیم ساعت بذارید کنار. آرد و علک کنید، بهش نمک بزنید، خمیر مایه عمل اومده رو بریزید روش و 10 دقیقه کاملا ورز بدید. حالا یکم روش هم روغن زیتون بزنید، چربش کنید که خشک نشه، روشو بپوشونید و 2-3 ساعت بذارید استراحت کنه. بعد از 2-3 ساعت خمیر رو چونه می‌کنیم و به آرومی با پنجه دست شروع می‌کنیم به باز کردن خمیر. خیلی به این قسمت توجه کنید. روی سنگ داغ پهنشون میکنم. حالا وقت اضافه کردن سس کف پیتزاست. بهش پنیر میزنم به مقدار دلخواه و پپرونی های ورقه شده رو روش میذارم و بعد از نیم ساعت این پیتزای جذاب خوشمزه آماده است.